ریاست شهرداری ولایت بغلان به منظور پاککاری قسمت‌های مختلف شهر پلخمری مرکز این ولایت یک برنامه چند روزه حشر عمومی را اندازی کرده است. در چارچوب این برنامه جویچه‌های دو طرفه، پیاده‌روها، گلدان‌های شهری و زباله‌های پراکنده شده در سطح شهر پاکسازی می‌گردند. هدف از این اقدام را مسئولان ایجاد محیط سالم، پاک و عاری از زباله برای شهروندان ساکن در شهر پلخمری عنوان کرده اند. ما امروز پاککاری عمومی را در داخل شهر آغاز کردیم که دو طرفه سرک به اثر باران‌ها و چیزا خاک دو طرفه سرک خاک و کثافات چیزا گرفته بود. ما پاککاری خود از بندر ترانسپورت شروع کردیم. دو طرفه سرک و دو طرفه گلدان‌های که داخل شهر است را مکملا از وجود کثافات، خاک‌ها و ریگ و جغل مکملا پاککاری میکنیم و همچنین دو طرفه پیاده‌رو که بعد دکاندارا یا مثلا ریگ و جغل و خاک انداخته یا هم مکملا ما پاککاری میکنیم. پاک نگه داشتن شهر با شهرداری همکار باشد، نگاه کثافات خودانه به جای نندازن و در ساحات کثافت‌دانی بندازن. نگاه پیام همی است تا بتانیم که یک شهر پاک داشته باشیم. پیام مایی است به تمام شهروندان شهر پلخمری، پیام مایی است که از تمام پرسنل شهرداری چی بخش تنظیم باشد، چی بخش ساختمان باشد باید از همکار. مسئولان شهرداری نقش شهروندان را در حفظ نظافت شهر مهم خوانده و از آنان خواستند تا در نگهداری محیط زیست شهری با این اداره همکاری داشته باشند. پیام با شهروندایی است که بیاید با شهرواری خود همکار باشند. تا زمانی که شهروند همراه شهرواری خود همکار نباشه به هیچ جای تنها به تنهایی شهرواری نمیتونه پاککاری بکنه. بیاید دست به دست هم بتیم تا شهر کوچک خود از وجود کثافات، از وجود بی‌نظمی ها پاککاری بکنیم. در همین حال شماری از باشندگان پلخمری از این اقدام شهرداری استقبال کرده و خواهان دوام برنامه‌های نظافتی در سطح شهر شدند. واقعا کار خوب است که در این شرایطی که هزاران مرد یک طرف باران نیست و از دیگر طرف دیگه خشکسالی و به اصطلاح هوایی به اصطلاح غیر نرمال است. پیام ما من حیث یک شهروند خیلی خوشحال هستیم که شهروالی سرگار را مثلا نظافت شهر خیلی مراعات کرده، پاک میکنه و شهروندا هم هیچ امرای شهروالی همکار باشه که نظافت شهر مراعات کنه، چیزای خود به یاد سرک نندازه و شهر خود مثل خانه خودواری باید پاک نگاه کنه. این در حال است که شهرداری بغلان به منظور جلوگیری از تجمع زباله‌ها در گوشه و کنار این شهر تعداد زباله‌دانی جدید را در نقاط مختلف نصب کرده است.